هندامه فراکسیون پارتیا دموکراتا کردستان الپارلمنتوی عراقی بناز دوسکیش بغدای میوانی منه روش باش که بناز کک بناز جناب سروک برزانی داخویانیک دا دیار دیکن کو دوسیه سروکمار عراقی و سروک وزیری عراقی به هفو دو و ورن گریدان گر نوسا به یعنی پروسه پارلمنتوی عراقی پروسه دستوری دراستقینی ده بری و ناچه دوی درباره ده دیتناته بگرم که بناز بله رزو سلاف بو همی تماشاوان کردستان 24 هلبت امزانین هل بجارتنا سر کمار عراق پشتی 2003 عرفه که سیاسی چه بویا که دستکفت مکون کرده حصا کردای تشکیل هر حکمت عراقی دا سرو که جمهوریت عراق یک کردانه حتی نو که داخلی مالا کردی دا توافق سر نهاتی کرن ام همین زانین روژا 29/12 جناب سروکی بیان اک داری خست و خریطه طریق اک دانا بو آلیتا جیگرتنا اوی کسی اوی کد بیتا نونر کردان البغدا نونر کردان بو بیتا بربجیر وان همی کرد توافق سر بکن جناب ایوانا دست نشان نکر که اف کسا ایکتی بیت یا پارتی بیت یا هر لانک بیتن بس مهم در برینش همی پیکاتین کردان بکد همی پیکاتین کردستانی بکد بس مع الاسف چون که هندک لاینا دید که البغدا مثلا پشتوانیه که بو هی اش مکونات دی یعنی هم دی بیجن چه شیعه چه سنه پشتوانی هندک لاینین دید کن وقت بمنت یک با پیدا بویا اوج اکید پیچوانه هندی اف عراق هات یا تأسیس کردن سال 2003 که سر توافقات یا سر اساس مکونات یا هر مکونه که حقوقت خود ثابت هنه مثلا بری هفته که مدید حمله کات داخلی پارلمان عراق دست بگیرن بو جمعه ممكن نا امضاء جمع توقيع ابو برنا جلسه اختيار رئيس جمهوريه انتخاب رئيس جمهوريه الدصاد وسيه كاسان احتمال 25 كرت دانبن يعني اكيد اف سروك نكتتا اختيار كرن اف سروك جمهوريه العراق ابتتا اختيار كرن تمثيل كردان ناكتن البرهند رساله جناب سروكي جلك واضحه اگر هات توافق السر ناف مالا کردی دا سر کسی وینه تکرن دیما يعني دیما ردود فعل هبن يعني اف ایک یا دوی بنسبت صبحی جلسه صبحی امواک پارتی دموکراتی کردستان کتلا پارتی دموکراتی کردستان دل پارلمانی حاضر بین بس ما حتی نو که دیت یک گلک مثلا جدول اعمال هاتی اعلان کردن یه جلسه کاک فرهادی سر توقیع نکریه او خلال که دستور یعنی اویک که بناس اویک تیوی واتی کو که فرهاد کو جیگری سروک پارلمان آل سر توقیع نکریه واجو نکریه یعنی چرچوبه که یاسایی یا وی جوینی چی دوه که بناس طبعا دستور دیارت کردن و نظام داخلی پارلمان یجی هر وصا گلک بصراحت یگوتی جدول اعمال تفيتن رئيس وهر دو نائبتي موافق السر بكن بس اف جدول اعمالها هات طبعا بري 48 ساعه لازم بيت اعلان كرن بموافقه الرئيس ونائبيه حتى انه كرئيس ونائبه ايكي توقيع كري ام وك بارتي ديمقراطي كردستان وك فرات اتروشي حتى انه كسر توقيع نكريا وبيانك جي كاك فرات جدي درخست قلت أنت معترضين سر في جلسة وأم حاسكين بتر وقت بهمي كونات بيتا دان هر وصا مديت أبروكا جناب سروكي جي تويتا كينا خارب واضحي تدا قد يعني مثلا بيقاوه بوماتشتاكي غامضة أم بيقاوه صبحي اختيار كين رئيس الجمهورية أي رئيس وزراء دي كي بيتن حتى نو الباري نو اف حكومات تاتينا تشكيل كرن همي بإك صفقة بريفاتشوين روجا تكليفة يعني روجا انتخاب رئيس جمهورية نفسي وقتی دا تکلیف مرشح الكتلة الأكبر تذكرن الكتلة الأكبر أفانوك هاتيا تثبيت كرن البرلمان عراقي
کتلا ایطاره ایطار رجا 29 هیوا 12 تقدیم کردیا رسمی که ام کتلا الاکبرین که تمثیل شیعات کن مرشح کتلا الاکبر حتانو که اوی رسمی بمهاتیا گوتن نوری المالکیه نوری المالکی پشتی او هندک عوامل خارجی و بازدیت یا تویتا سروک ترامپی دیسان تراجع جهات کردن تراجع جه حتانو که رسمیش مالکی نهاتیا کردن كي بناس دخوازم بزانبم كي بناس دخوازم بزانبم يعني ديارة كود بروسيا سياسية عراقي ده آلوزي هنا ناكوكي هنا برسكريك هنا يعني كان ديدي سرو كوماريا عراقي آليين كردي لسر توافقك نكرنا اتفاقك لسر نكرنا آليين شيعة لسر سرو وزيريا عراقي اتفاقك نكرنا قالوا دانوستاندنك السياسي بروسيك دانوستاندنك السياسي دناب آليين كردي وآليين شيعة وآليين سنة دجبو هل بجارتنا سروك كومار وسروك وزير بريفة ديشا؟ اكيد يعني سردان هبوينا تواصل بردوام هبويا بس نگهشتینه چه نتیجه یعنی ما گلک او کسین حوالین خوین پارلمانتار بن چه قیادات تواجی مدهی دیتن ام سردانا مثلا گاک هیبدی کر سروک پارلمانی دیهی ام گل حاضر بون گل کتلا پارتی دموکراتی کردستان واضحی گوتی ام حس کن سروک جمهوریت عراق بیتا اختیار کردن برایت کرد سر بیگ بهن صبحی سر شخصی که یانجی ده تصویت سریت کردن اگر او هات کردن شیعت مجبورن دستوریان خلالی 15 روزا دا مرشح خود دست نشان کن بس بوما وک پارتی مثلا باعتبار ام تمثیل کردت یعنی کتله الاکبر که این داخلی کتله کردستانی دا که ام نزدیک 30 مقعد اینه حتی نو که ام هکر نزانین شخص شیعه کی بیتن ام وی مجازفه بحقوق الملت خناگن صبح ایک بیت اختیار کردن چون دا اختیار رئیس پارلمانی اغلبیه مطلقه بید وید نوی کی وی اغلبیت الثلثینه یعنی 165 کس شین حکمت عراق تصویت سر کن و در باز کن اما یا سروک عراق لازمه 2/3 حاضر بن یعنی صبحی لازمه 222 کس 221 کس الجلسه حاضر بن حتی که بشین دنگدان سر بیده کرن اگر کمتر حاضر بون بجنوی ثلث المعطل السال 2021 تحالف اکچه بود ناوبینا کتلا صدری دا یا پارتی دموکراتی کردستان و تقدم هر سکا اختیار نفسی اف موضوع بو هر سکا حسک رئیس جمهوریه دابنن پشتی هنگه براین شیعه اتفاق سر رئیس وزرای کن او بخوی که اختیار کن هنگی اف اطاره تنسیقی گوتی کرد یا محاولت کردن شقاق بختد ناف بین مالا شیعی دا اختلاف بختد ناف مالا مدا یا مای خود مد کرد لازمه با ایک صفقه پره بچید ای باشه اولو که بگاه 2025 یا 26 همی آلیت بالعکس ها تفسیر کرد یعنی هکود بجن دیف مصلحتا خود تفسیر کن وقتی مصلحتا وادا نبیتن دی بجن کرد سبب شقاقینه اول بگاه دی ای که فرض کن سر کردا تمثیل همی کردان ها کردن سنا وقت حلبوسی دانای وقت رئیس پارلمان افصاله وقت امهات اینو حاضر بود مشارکت عملی انتخاب رئیس پارلمانی دا کری کتله الاکبر بو یعنی تقدم داخلی سنا دا کسین ایک یعنی کتله ایکی بو شخص رئیس مکونی بواما اول بگاو ایطار دی بخو ایکی اختیار کن او دی تمثیل کتله الاکبر ها کرد بو چی کرد اختیارا کتله الاکبر نکرد بو چی کرد ناف بینا خدا سر شخصه که بینهد بو چی مجموعه 230 کسین اوین اسبوعا چوی پارلمانتارین برایت ما اوید امضا کم کرین بو چی بس 20 کرد تحکم دا یعنی 200 کسین عرب دی تحکم دانانا رئیس جمهوری عراقی دا کن استحقاق مکون کردیه ما تدخل سیاست وادا نکریه ما نبودیه فلان کسی ام فرض کن سر فلان کسی یا اول دف مرازین ام سر رازین ام حس کن نفسی و روحیته براین شیعه و براین سنجی خصوصیت سروک جمهوریت عراق بو مکون کردی پیلن بله گلک سپاس بوده که بناز دوسکی جه بغدای الگلمه